سلام، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتونم. امیدوارم که خندون و سرحال پای کامپیوترتون نشسته باشید و یه آموزش دیگه از سری آموزش اکسل رو ببینید. امروز میخوام راجع به تابع ساب توتال صحبت کنم. با استفاده از این تابع میخوام که یه گزارش کوچیک، یه مدیریت کوچیکی روی واحدهای کاری مثلا بالفرض حالا داشته باشم. به دو صورت میخوام این تابع رو انجام بدم. یک بار مینویسمش، یک بار تو سربرگ دیتا ساب توتال از این طریق انجام میدم که حالت دوم یه سری مشکلاتی که حالت اول داره رو برطرف میکنم. خب بریم شروع کنیم. با همون حالت اول شروع میکنیم، یعنی همون نوشتن تابع. من برای اینکه بخوام مثلا حالا تابعمو بنویسم، اول از همه این ناحیه و منطقه‌ای که حالا داده هام توش رو سلکت میکنم، یه فیلتر میندازم روش. بعد از توی این فیلتر مثلا میگم که فقط کسایی که تو واحد فناوری اطلاعاتن رو به من نشون بده. خب الان فقط افرادی که دارن تو واحد فناوری اطلاعات کار میکنن اسمشون رو با حقوقشون رو داره به من نشون میده. میخوام که تعداد افرادی که دارن تو واحد فناوری اطلاعات کار میکنن رو به دست بیارم. مساویه کانت، چون که تعداد افراده و میخوام تعداد حروف بشمره، یعنی حالا به صورت حرفی میخوام بشمارم، کانت A استفاده میکنم. بگم تعدادشون ناس پرانتز میبندم و اینتر. عددی که داره به من نشون میده، خب مسلما همه اونم میدونیم که این عدد غلطه، چون که داره تعداد کل افراد به من نشون میده. من تعداد کل افراد رو نمیخوام. من اینجا میدونم که الان تو واحد فناوری اطلاعات 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 نفر. پس باید 9 رو به من نشون میده. این تابع مشکل داره، پس من اینو پاکش میکنم. دوباره تابع می نویسم، اما این بار با صدا تابع ساب توتال. پرانتز رو باز میکنم. تابع ساب توتال یه دونه فانکشن نامبر میخواد و برای بعدش اون جایی که باید تعدادشو بالفعل، حالا برای من تعدادشو بشماره. من چون که میخوام تعداد بازم اسما رو میخوام بشمارم و کانت A استفاده میکنم. کانت A شمارهش 3، یا میتونم اینجا بیام خودم بگم 3، یا اینکه اینجا میتونستم کانت A رو انتخاب کنم. کاما رو میزنم، تعداد افرادم رو انتخاب میکنم، پرانتز میبندم و اینتر. الان تعدادی که داره به من همون 9 تایی بود که باید به من. اما یه مشکلی داره. مشکلش اینه که من یک جا نمیتونم تمام افرادم ببینم. یعنی الان فقط دارم برای افرادی که تو فناوری اطلاعاتن رو میبینم. و از طرفی من نمیدونم این 9 چیه. تعداد افراد، حالا مثلا بالفرض مثال حاصل تفریق این حقوق از همه، معلوم نیست چیه. هیچ خلاصه و هیچ توضیحی راجبش به من نداده. برای اینکه بتونم به این اطلاعاتی که میخوام دسترسی داشته باشم، من اول این تابعمو پاکش میکنم، کل این ناحیه‌مو دوباره انتخاب میکنم، فیلتری که گذاشتم و روش برمیدارم. این دفعه میخوام برم حالت دوم ساب توتال بگم. تو سربرگ دیتا ساب توتال. توی این پنجره که باز شده، من از پایین میام به بالا، یعنی از اینجا شروع میکنم و به همین صورت میام بالا. میخوام که تعداد افرادی که بالفرض بشمارم، افرادی رو که پس میشه چی؟ کانتش دارن توی واحد، حالا هر واحدی، واحد فناوری اطلاعات، آموزش، بودجه، هر چیزی که هستن به من بده. پس یه بار دیگه میگم، افرادی که، یا اینجوری بگیم بشماره افرادی رو که توی واحدهای کاری دارن کار میکنن. الان اینو اوکی میکنم. اوه چقدر بد شد. یه بار کنترل زد میزنیم، ساب توتال، تعداد یه عذرخواهی میکنم. قبل اینکه بخوام این کار کنم حتما باید یه کاری انجام میدادم. واسه همین بود که این مشکل پیش اومد. چقدر خوب شد که حالا من یادم رفت این کار انجام بدم، این مشکل رو دیدیم. باید حتما ناحیه من حتما سورت شده باشه. من میخوام تعداد افرادی که دارن تو واحد فناوری اطلاعات کار میکنن، تعداد جمع حقوق افرادی که دارن تو واحد آموزش کار میکنن رو به دست بیارم.
پس بر اساس واحد کاری، چون همه کارهای من داره حول واحد کاری میچرخه، میام شروع میکنم اینا رو چیکار میکنم، مرتب میکنم، سورتشون میکنم تو سربرگ دیتا، ایتازاده میزنم همش سورت بشه. حالا میام میتونم ناحیه‌ام انتخاب کنم، میتونم انتخابش نکنم. توی همینجا سربرگ دیتا ساب توتال، حالا میگم بشمر افرادی رو که دارن تو واحدهای کاری کار میکنن. حالا اوکی میزنم. الان ببینید تعداد افراد به من داد 10 نفرن و من الان میدونم جمع واحد آموزش شده 10 نفر. من اینجا رو میکنم بزرگترش میکنم که برای بقیه هم جا باشه. بالفرض جمع افرادی که دارن تو بودجه کار میکنن 5 نفرن و همینجوری برای بعد. یه بار دیگه شروع میکنم، یک بار دیگه این تابع ساب توتال هم انجام میدیم. حالا این دفعه نمیگم دیگه نام خانواده دیگه، میگم بیشترین حقوق تو واحدهای کاری رو به هم نشون بده. اما کاری که انجام باید بدم اینه که این تیک ریپلیس رو بردارم، چون اگه این تیک ریپلیس بخواد بمونه میاد جایگزین ساب توتال قبلیایی میشه که انجام دادم. پس این تیک رو برمیدارم. حالا دوباره اوکی رو میزنم. الان 1,200,000 تومان بیشترین حقوقیه که مثلا تو واحد آموزش داره داده میشه. مثلا آقای عطا گویا داره این حقوق رو میگیره. بریم یه بار دیگه ساب توتال انجام بدیم، یه ساب توتال کوچیک دیگه داشته باشیم و بریم یه سری موضوعات دیگه. مثلا میتونم بگم که دوباره حقوقش، اما این دفعه جمع همه حقوقا توی واحد کاری رو بهم نشون بده. الان مثلا این توتال آموزش 8,900,000. به همین ترتیب برای بقیه‌اش هم آورده. یه دونه تعداد کلی هم اینجا برام آورده، یعنی کل این جمع‌های حقوقا رو با هم جمع بزنیم چه 36,330,000 تومان و به ترتیب چیزای دیگه. مثلا ماکسیمم حقوقی که داره یه نفر میگیره 2,100,000 که فکر کنم برای خودم هم گذاشته بودمش، خیلی هم به صورت عمدی این کار کردم. اما بریم پرینت پریویو از این ببینیم. بالفرض ما میخوایم این خلاصه‌ای که در آوردیم یه گزارشی که مثلا من بدم به مدیر عاملم، من این گزارش رو بذارم جلوی مدیر عاملم، مسلما من اخراجم میکنه. خیلی گزارش بدیه، همه واحدهای کاری تو همن، همه با هم اومدن، این اصلا درست نیستش. بریم یه دونه دیگه، حالا مثلا میتونیم بگیم ساب توتال انجام بده، یا اصلا همین ساب توتال رو بگیم چیکار کنه، یا اصلا میتونیم بگیم یه دونه باید یه دونه ساب توتال دیگه برام بیاره. مثلا میتونم بگم میانگین حقوقا رو تو واحد کاری انجام بده و این تیکه پیج بریک بیتوین گروپ هم میذارم باشه، چون که اینو بعدا میخوام بفهمم که چه اتفاقی براش داره میفته. اینو اوکی میکنم. الان این اوریجش هم میانگینش هم آورد. دوباره بریم پرینت پریویو رو ببینیم. الان نکنیم پرینت پریویو ما واحد آموزش اوریجش اومده، اما توتال ماکسش و کانتش رفته صفحه بعدی بودجهش اومده، به همین صورت رفته صفحات بعدی. خب یکم اشکال داره، بعد این رو بریم درستش کنیم. برای درست کردنش میریم تو این قسمت، اینجا که الان دارم به صورت نرمال میبینمش، میرم به صورت پیج بریک پریویو ببینیش، میزنمش. فقط کافیه که این خطی که از اینجا اومده رو اینجوری بگیرم بندازم اینور، این خطم بگیرم بندازم پایین، این خطم به همین ترتیب، این یه دونه هم اینجا خوبه، اینم خوبه اینجا، اینم از اینجا میارم اینجا و این یه دونه میمونه. بذار اینو بیاریم سر جاش، یه چیز دیگه اینجا بگیم. من که بخوام مالی هم از این کلش جدا کنم، فقط کافیه بیام رو سطر پایینیش، یعنی الان مثلا 65 رو میخوام جدا کنم، میام رو 66 یه کلیک راست میزنم، insert page break، یه دونه میندازم، یه دونه خط میاره بالاش میندازم. حالا بریم پرینت پریویو رو ببینیم. واحد آموزش، صفحه بعدی بودجه، صفحه بعدی حراست، همینجوری به ترتیب تا و اون حالت کلی که همشون داره به من میدن آورده صفحه آخر. بریم همینجا. الان کنید خودش پیج بریک پریویو رو اینجا برام انداخته، معلوم کرده چی به چیه، یه چیز قشنگ تریه. میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم. میتونیم الان اینجا وقتی من دارم میام پایین دیگه نمیدونم الان این چیه، بقیه مثلا چی هم، میتونم یه کاری کنم اینا فریز شه. من اینجا
اینجا وای میستم توی سطر 3 توی ویو فریز پن فقط کافیه اینو فریزش کنم. الان کنید من هر چقدر میرم پایین این کد پرسونلی نام خانوادگی واحد و حقوقم میمونه. من الان دیگه مثلا میدونم که حالا بالفرض اینجا مثلا کد پرسونلی افرادی که هستن تو چه واحدی دارن کار میکنن و حقوقش. این از تابع ساب تاتال. این آموزشمون هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. ایام به کامتون، لبخند رو لباتون. خداحافظ.